این بار به این فرصت دادم. این آخرین فرصتش هست. در روز چهارشنبه پیش رو که 8 جنوری 2025 می شود، بنده برنامه لایف دارم در روزهای چهارشنبه. در روز چهارشنبه دوباره تکرار می کنم، 8 جنوری ساعت 8 به وقت افغانستان برنامه آغاز میشه. من منتظر تو هستم. در این 2 روز بعضی از دوربری هایش هم آمدن توهین و گستاخی کردن. خب سرانجام من بلاکشان کردم. طبعا اینها واقعا قابل تحمل نیستن. کمی بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، حفظكم الله و رعاكم و بارك الله فيكم. پیش از این که شرح حدیث را شروع بکنیم درباره یک چند نقطه باذن الله سبحانه و تعالی صحبت خواهیم کرد. نقطه اول، همه شما آگاه بودید که ما با عبدالرحمن فاتح افغانی قطنبه تقریبا 3-4 روز پیش یک چالش دادیم و او را به بحث و مناظره علمی در گروه تلگرامی ما که این گروه معروف به عدل و انصاف است دعوت کردیم. این قطنبه هم برآمده است. او به من یک چالش داده است که ما به تو وقت میدهیم و فلان روز باید بیایی. ببینید، این یک احمقی است. روزی که او میخواهد او برای خودش است. نه، ما گفتیم ما به جهمی ها باور نداریم. هرگز در نزد جهمی ها یگان برادر اهل سنت و الجماعت آرام با یک عدل و انصاف وقت داده نشده است. اما در نزد ما الحمدلله هر کسی که می آید برای بحث و مناظره کردن ما وقت می دهیم. از 3 دقیقه تا 5 دقیقه به نوبت صحبت می کنیم. اما بالاخره این مدخلی مشرک می ترسد. از آمدن به نزد ما می ترسد. کبر می کند و غرور می کند. این همون چالش دادنش فقط فریب است. چالش دادنش فقط فرار است. ابو عبدالرحمن فاتح قطنبه فراری، ما او را به بحث و مناظره پیش از او دعوت کردیم. کی مستحق است که به گروه او رفته شود؟ ما او را ما دعوت کردیم. اولین شده من دعوت کردم که گفتم آقای قطنبه بیا به گروه ما، آزاد است و ما به تو وقت میدیم و به یوتیوب منتشر کردیم. قطنبه باشد بعد از 3 روزی ما برآمده میگه که من آخرین فرصت را به تو میدم. کی فرصت دادن را شروع کرد؟ ما. فرصت ما آخرین فرصت نه. به قطنبه رسانید. هر وقت که این جاهل مدخلی مشرک خواست که بحث و مناظره علمی داشته باشد، فراری نباشد، شرمنده ترسوی جوان نباشد، بسم الله بیاید به گروه تلگرامی ما و ما انتظار است. این یک سخنی مختصری بود در حالت این مداخله مشرک.